بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى. اینک به عون الله تعالی ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از شرح شرط‌های نماز، ارکان و واجبات آن از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. شیخ از یعنی شیخ الاسلام بعدا می فرماید که والتشهد الأخير ركن مفروض كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله وعلى من عباده السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والسلام ودعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية، والدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. خب، بعدا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى چنین می‌فرماید والتشهد الأخير ركن مفروض. چی گفتن؟ یعنی تشهد آخر رکنی فرض شده است، چنانه که در حدیث ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که چنین گفت ما پیش از آن که تشهد بر ما فرض شود چنین میگفتیم سلام بر الله و بر بندگانش، که سلام بر الله از بندگانش، سلام بر جبرئیل و میکائیل. پس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود. معنی سخن پیغمبر شما نگویید که سلام بر الله از بندگانش، زیرا الله خود سلام است، ولی چنین گویید التحیات لله و صلوات و الطیبات، یعنی همه تحیات برای الله و صلوات و پاکی ها، سلام بر تو باد ای پیغمبر و رحمت و برکات آن، سلام بر ما و بر بندگان شایسته الله باد. من گواهی میدهم که یگان معبودی بر حق جز الله نیست و گواهی میدهم که محمد بنده و فرستاده اوست. این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده است. بعدا می‌فرماید که معنای تشهد یا که تحیات چنین است، همه تعظیمات از روی ملک و حق بری از آن الله است، مثل خم شدن، رکوع و سجود و بقا و بردوامه و جمیع آنچه که به آن یعنی که پروردگار جهان آن را تعظیم کرده می شود، آن
یعنی که به هر چیزی که به هوای پروردگار جهانیان را تعظیم کرده می شود از آنی الله است. پس کسی چیزی از آنها را یا که از آن را برای غیر الله صرف کند و این مشرک و کافر است گفته است. و صلوات و معنی جمیع الدعوات و قیل الصلوات الخمس، معنی صلوات ها چنین است یعنی همه دعاها و گفتند که نمازهای پنجگانه هم قول است. و طیبات لله الله طیب ولا يقبل من الاقوال والاعمال الا طیبها، پاکی ها برای الله یعنی الله پاک است و سخن ها و اعمال تنها پاک را قبول خواهد کرد. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. تدعو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسلامة والرحمة والبركة والذي يدعى له ما يدعى مع الله. یعنی سلام بر تو ای پیغمبر، رحمت و برکات الله، تو برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با سلام و رحمت و با برکات دعا میکنی و آن را که برای او صلی الله علیه و سلم دعا کرده می شود نه آن است که برای الله دعا کرده می شود یا که با همراهی الله دعا کرده می شود. یعنی که پیغمبر دعا کردن این معنا ندارد که چه وی را با همراهی الله دعا کرده می شود. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین وسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض وسلام دعاء وصالحون يدعى له ولا يدعون مع الله. یعنی سلام بر ما و بر بندگان الله، بر خود و بر هر بنده صالحی که در آسمان است و در زمین است سلام میفرستی. سلام دعا است، برای صالحا دعا کرده می شود و آنها را همراه الله دعا کردن نمی شود. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد شهادة اليقين ان لا يعبد في الارض ولا في السماء بحق الا الله. و میدهم که جز الله یگان معبودی بر حق نیست، تنهاست و یگان شریکی ندارد. ما شهادتی یقین میدهیم که نه در زمین و نه در آسمان یگان کسی را عبادتی بر حق کرده نمی شود جز الله. و شهادت ان محمد رسول الله بانه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وليطاع ويتبع شرفه الله بالعبودية والدليل قوله تعالى. یعنی و شهادتی آن که محمد فرستاده الله است چنین است که او بنده است که عبادت کرد و را عبادت کردن نمی شود و رسول است که درود دانسته نمی شود بلکه از او اطاعت و پیروی کرده می شود. الله آن را با بندگی یعنی با عبودیت مشرف کرده است و دلیل سخن او تعالی است که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. یعنی با برکت ذاتی که او فرقان را بر بنده خود نازل کرد تا برای جهانیان میم کننده باشد. سوره فرقان آیتی 1. نعم. خب بعدا بارک الله فیکم. صاحب الشرح عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى چنین می‌فرماید: التشهد الذي يكون قبل السلام من كل صلاة ركن من أركان الصلاة. یعنی تشهدی که پیش از سلام وی را داده می شود یا که پیش از سلام وی را انجام داده می شود از هر نماز رکن از ارکان نماز است. و هذا هو الركن الحادي عشر، این رکن 11 است. و رکن الثاني عشر الجلوس له، رکن 12 به خاطر التحیات اخیر را چی خواندن نشستن. فلو سلم بعد السجود، اگر بعد از سجود سلام دهد ترک رکنین، بنابراین دو رکن ترک کردگی می شود. ولو جلس و نسی ان یتشهد، اگر نشست و فراموش کند تشهد خواندن را ترک رکن واحده، یک رکن را ترک کردگی می شود. و ترکهما معا او ترک التشهد وحده مبطل للصلاة، یکی و ترکهما ترک کردن هم جلوس و هم تشهد یک جای، یکی بسبب ترک کردن تشهد تنها این باطل گرداننده نماز میشه، نمازش باطل میشه. و تشهد جاء عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم بصیغ متعدده، تشهد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم با صیغه های گوناگون با شکل های گوناگون آمده است. يحصل اداء الواجب بأي واحد منها، یعنی ادای واجب بجا آورده می شود، یعنی واجب بجا آورده می شود به کدامی از اونها اگر یعنی که آغاز کند. ولا يجمع بینها
ولا يجمع بينها في صلاة واحدة، يعني أنواع التشهد را در یک نماز جمع نمی آورد. و التشهد الذي ذكره الشيخ هو تشهد عبد الله بن مسعود، تشهدی که شیخ الاسلام در اینجا ذکر کرده است این تشهد عبد الله بن مسعود است، عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي رحمه الله تعالى رضي الله عنه. وقد جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم إياه. در بعضی روایت‌های چنین آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان تشهد را تعلیم می‌داده بود، کما يعلمهم السوره من القرآن، چنانه که سوره را عادتاً سوره از قرآن را برایشان تعلیم می‌داده بود. و سمی تشهد، اینا تشهد نامیده شد برای چی؟ لانه ختم باشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، چون که این دعا در خاتمه با چی خاتمه می‌یابد؟ با جمله شهادت می‌دهم که جز الله یگان معبودی بر حق نیست و شهادت می‌دهم که محمد بنده و فرستاده اوست. خاطر همین شهادت شده نام این تشهد شده. و هذا التشهد اخرجه البخاری و مسلم، این تشهد را بخاری مسلم تخریج کردند. و عند البخاری بعد ذکر التشهد زیاده، در نزد بخاری بعد ذکر کردن تشهد یک چیزی علاوه‌ای آمده است که و هو بین ظهرانین، و در پیش ما بود. فلما قبض قلنا وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی وفات کرد ما میگفتیم که السلام یعنی علی النبی میگفتیم. والمعنى أن الصحابة كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكاف الخطاب. معناه شنين نسكي صحابها شنين میگفته بودن که السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته با کافی خطاب میگفتن. ولما توفي صاروا يقولون السلام على النبي. وقتی که وفات کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفتن را سر کردن؟ السلام علی النبی گفتن را سر کردن بالغیبتی با این غایبانه از پسش. لكن جاء في تشهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في موطئ الإمام مالك بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا داخل. نعم. ولی در تشهد عمر بن خطاب چنین آمده است که در کتاب موطئ امام مالک است با اسناد صحیح از عبد الرحمن بن عبد القاري که گفته است که از یا که شنیده است از عمر بن خطاب هنگامی که او در بالای منبر بود به مردم تشهد را تعلیم داده چنین میگفت بگوید التحیات لله و فیه و در دوامش گفته است که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این در حینی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفات کرده بود. بکاف الخطاب با کافی خطاب میگفت. خلاص. ففي هذا أن عمر رضي الله عنه كان يعلم التشهد وهو على المنبر. در همین چنین دلیل آمده است که عمر بن خطاب به مردم تعلیم تشهد میکرد حالانکه در بالای منبر بود. و مما علمه هذه الصيغه، از جمله همان تعلیماتی که داد آیدی تشهد همین صیغه بود است، یعنی که همین شکل و همین فرم. و هو يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم جاء عنهم هذا و هذا. این دلیل می شود که صحابگان بعد وفات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از جمله شان آمده است چنین هم و آن هم ندونم. والامر فی ذلك واسع، یعنی این مسئله یا که تشهد خواندن در این باب یعنی که امری واسع بوده است. فللمصلي ان يقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. شخص نمازگزار میتواند بگوید که السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، وله ان يقول السلام على النبي ورحمه الله وبركاته. این هم گفته میتواند. وقد شرح الشيخ رحمه الله هذا التشهد بهذا الشرح الواضح، یعنی شیخ الاسلام این تشهد را با این شرح واضح گشاد روشن شرح داده است. و قول الشيخ رحمه الله في معنى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سخن الشيخ در معنى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته چنین شرح داده است که تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سلامتی و رحمت و برکات دعا میکنی. والذي يدعى له ما يدعى مع الله، آن را که مثلا برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در حق پیغمبر دعا کرده میشود نه آن است که آن را یعنی که همراه الله دعا کرده میشه، عبادت کرده میشه. نعم. و قوله في معنى السلام على عباد الله، السلام على عباد الله الصالحين، السلام دعاء، سلام دعا است و صالحون يدعى لهم، صالحا را حقشون دعا کرده میشه. ولا يدعون مع الله، ایشان را همراه الله دعا کرده نمیشه. طوری که
بعضی جاهل ها میکنند. فی هذا تقریر توحید الالوهیه، در این یعنی اعترافی یا که تقریر چه عملی توحید الوهیت می باشد. و ان الدعاء عباده، دعا عبادت است. وقد قال الله عز وجل، الله عز وجل در سوره جن در آیه 18 چنین فرموده است: و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، همانا مسجد ها هم از آن الله هستند، شما همراه الله یگان کس رو دعا نکنید، یعنی که عبادت نکنید. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال، واقعا ثابت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنین فرمود: الدعاء هو العباده، دعا عبادت می باشد. دعا چی می باشد؟ دعا عبادت می باشد. نعم. خب رواه ابو داود، حدیث ابو داود روایت کرده است و غیره و دیگرها هم بسند صحیح و اسناد صحیح. فلا يدعى الا الله، بنابراین فقط دعا را یا که فقط الله را عبادت کرده می شود. ولا یستغاث باحد سواه، غیر از الله از یگان کسی دیگر مدد جستن نمی شود. که قال الله عز وجل، چنانی که الله عز وجل در سوره نمل در آیه 62 چنین فرمود: اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. یعنی آیا این بت‌ها بهترند یا کسی که دعای مستعد، یعنی که درمانده را اجابت میکند چون او را بخوانند، یا که او را وقتی که او را میخواند و گرفتاری را برطرف میسازد، یکون بدل از شما برطرف میکند و شما را جانشینان زمین قرار میدهد، آیا معبود دیگر با الله است؟ چه اندک پند میگیرد، میفرماید الله تعالی. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين يدعى لهم الله، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم را و غیر او را از دیگر یعنی که فرستاده شدگان و فرشته ها صالح ها را در حقشان از چی دعا کرده می شود، الله را در حقشان از الله پرسیده می شود دعا برایشان. ولا يدعون مع الله، ولی همراه الله و اینها را دعا و عبادت کردن نمی شود. فالله سبحانه و تعالی هو الذي يدعى و یرجى، الله سبحانه و تعالی است که او تنها ذاتی که وی را دعا کرده می شود، از او امید بسته می شود. و غیره یدعى له ولا یدعى، و غیر آن را در حقش دعا کرده می شود و خودش را دعا یا که عبادت کردن نمی شود. و قوله رحمه الله و شهادت ان محمدا رسول الله، و گواهی دادن آن که محمد رسول الله است چنین است که عبد لا یعبد، بنده است که وی را عبادت کردن نمی شود، و رسول لا یکذب، و رسولی است که وی را تکذیب و دروغ گفته نمی شود. بل یطاع و یتبع، بلکه وی را اطاعت کرده می شود و پیروی از او کرده می شود. و معنی ان من شأن العبد ان یکون عابدا لا معبودا، معنی چنین است که شأن بنده، حال بنده از آن عبارت است که بنده باید عابد باشد، نه اینکه معبود باشد، نه اینکه دیگرها باید عبادت کنند. و من شأن الرسول ان یکون مصدقا و مطاعا و متبوعا، و شأن پیغمبر، حال پیغمبر از آن عبارت است که وی را تصدیق کرده شود، اطاعت کرده شود و پیروی از او کرده شود. و قد قال رحمه الله فی کتابه، الله رحمتش کنه در کتابش گفت است که، یعنی که شیخ الاسلام در کتاب الاصول الثلاثه، و معنی شهادت ان محمد رسول الله، معنی شهادتی آن که محمد رسول الله است، طاعته فيما امر، در امر کردهاش وی را اطاعت کردن، و تصدیقه فيما اخبر، در خبرهای دادگیش وی را تصدیق و باور کردن است، و اجتناب ما نهى عنه و زجر، و یک جانبه شدن از آن چیزی که از آن چیز منع کرده است و زجر کرده است و باز داشته است. و الا یعبد الله الا بما شرع، باید که طبق شریعتی که الله سبحانه و تعالی نشان داده است همون طور یا که طبق نشان دادی پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله را باید عبادت کرده شد. این است معنای شهادت ان محمد رسول الله. ان شاء الله در درس آینده بعد و معنی تشهدی اینا شرحش درسی مستقل میکنیم. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.